روز 18 دکبر وقت ارتباط طریق رقم اینترنتی انجین در تاجیکستان قطع شد، پسر 3 ساله نظری حبیب الله، یک مهاجر تاجیک، در روی خط جراحی با مرگ و زندگی دست به گریبان بود. نظر همراه با همسر مهاجرش هر لحظه با پیوندان طریق انجین برای باخبر شدن از وضع پسرش تماس داشتند. همین لحظه حساس تقریبا ساعت 10 صبح به وقت روسیه کاری شبکه انجین از کار ماند. نظر میگوید دیرتر مهاجران دیگر برایش گفتند که دیگر با انجین کوشش زنگ زدن نکند، چون آن را در تاجیکستان بستند. پیوندان نظر حبیب الله به شبکه‌های اینترنتی وایبر و واتساپ که حالا خدمات علاقه آنها را نیز می‌خواهد ببندد دسترسی ندارند. در گرده پسر 3 ساله نظر زخم پیدا شده بود. پیوندانش از ناحیه شمس‌الدین شاهین او را برای جراحی به دوشنبه آوردند. دوام 2 روز که انجین در تاجیکستان بسته است، نظر همراه با همسرش نزدیک 3000 روبل را برای تماس تلفنی با تاجیکستان صرف کردند. مبلغی که با آن 6 ماه طریق انجین می توانستند با پیوندان صحبت کنند. در تمام این عصبانیت و تشویش مربوط به جراحی فرزند و یکباره قطع شدن کار انجین، تنها یک خبر خاطری او را کمی جمع کرد که عملیات خوب گذشت و حال فرزندش بهتر است. انجین و یا پیام رسان‌ها به مثل وایبر، واتساپ و ایمو که با یاری اینترنت کار میکنند، یگانه راه تماس مهاجران تاجیک با پیوندانشان در تاجیکستان محسوب می‌یابد. روز 18 دکبر رسما انجین بسته شد. در خدمات علاقه گفت که پیام رسان‌های دیگر نیز در فرصت نزدیک بسته خواهند شد. این تصمیم از همه بیش مهاجران تاجیک در روسیه را نگران کرده است که شماره‌شان از 600,000 تا 1 میلیون نفر حساب می شوند. مهاجران تاجیک میگویند انجین را در حال قطع کردند که در حساب آنها پول برای صحبت کردن وجود داشت. سرنوشت پولی که در صورت حساب این مهاجران استفاده نشده است معلوم نیست. دو نماینده شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان روز 19 دکبر بر رادیو آزادی گفتند انجین بدون خواهش آنها بسته شده است و در چنین صورت شرکت عهده‌دار نیست که پول مشتریان را برگرداند. جانبیک ددمتوف، نماینده خدمات علاقه تاجیکستان، روز 18 دکبر بر رادیو آزادی گفت که انجین را به خاطر تدبیرهای امنیتی بستند. تماس‌های مسنجری نیز به گفته نماینده خدمات با همین دلیل بسته خواهد شد.